سلام دوستان عزیزم، من اومدم با یه ولاگ دیگه. قرار نیست که این ولاگ مثل اون ولاگ اولیه انقدر ترسناک بشه. یه ولاگیه که فقط قرار خوش بگذره توش، همین، هیچ اتفاق دیگه قرار نیست بیفته. یه سری اتفاقات افتاد نه و من براتون بگم که ماشین صفری که من خریده بودم، دیدید ویدیوشو، سیم کشیاش به مشکل برخورده بود. ماشین صفر در نظر بگیرید، اینو 2 هفته بود خریده بودم. متاسفانه نتونستم با ماشین خودم بیام و اینکه با خانواده تصمیم گرفتیم که با ماشین یکی از رفیقای عزیزمون بریم که الان در مسیر سرعین هستیم. دوستان عزیز، این وسط مسافت تصمیم گرفتیم یهویی از سرعین بپیچیم بریم آستارا. نمیدونم چرا ولی همینجوری تصمیم گرفتیم. دیگه سفر دیگه، آدم با حال بکنه دیگه. میخوایم بریم یه خریدی اونجا بزنیم و بعد پس از 1 کیلومتر در میدان وارد کوچه چی شویم؟ چی شد؟ استاد چی شد؟ آدرس رستوران داریم جای شما خاله میر رستوران چی داریم میریم؟ رستوران زیتون. دوستان اونایی که میدونن رستوران زیتون کجاست حتما تو کامنت ها برای من بنویسن. آره، یه بنده خدایی آدرس رستوران زیتون داد، گفت اونجا غذاش خیلی خوبه، برین امتحان کنین. حالا ما هم داریم میریم اونجا، انشالله که مسموم نمیشیم و اینکه سعی و سالم میرسیم به مقصد. الان یه نیم ساعتی راه داریم تا آستارا. اونجا حتما رسیدم از غذا و ویو اونجا حتما براتون ویدیو میگیرم. و اینکه آره، خواستم بگم که سیم کشی های ماشین من قاطی کرد و ماشین اونجا گذاشتم. متاسفانه نتونستم خودم رانندگی کنم. ادامه ویدیو با من همراه باشید دوستان، قراره کلی خوش بگذره. رسیدیم آقا، همه گشنه ها. رسیدیم. بازرسی ما رو میگیره بچه‌ها. الان ایست بازرسی ما رو میگیره دوستان. یا ابوالفضل، یا دست به سینه، دست به سینه. اینقدر ما جیغ زدیم. درسی که معلمش تو بودی، یه آخرش تو بودی. شده خانمای جلو. دوستان مشخصه ما چقدر گشنه ایم، نه؟ وای A person who thinks all the time. ببین به این میگن سفر خانوادگی. ایرانی فقط میتونه اینجوری بره مسافرت. رسیدیم. ما اومدیم رستوران زیتون، اونجا نشستیم که سفارش بدیم. گفتم که یه چیزی رو با شما به اشتراک بذارم. غذاهای اینجا که خیلی معروفه، پاسترماهاش مثل اینکه خیلی خوشمزه است، خیلی عجیب بود برای من. پاسترماهاش که توش همون مرغ محلی و اردک و اینا داره که من فرم از اردک بچه‌ها. و اینکه ما تصمیم گرفتیم پاسترماه گوشت بخوریم با گردن، چون من اصلا گوشت محلی نمیتونم بخورم بچه‌ها. مثلا که خیلی غذای معروفیه اینجا و اینکه ما تصمیم گرفتیم اونو بخوریم ببینیم چجوریه. بچه‌ها اینقدر گشنمه، از گشنگی زیاد حالت تهوع دارم، شاید باورتون نشه، چون خیلی هوا گرمه و بدجور گشنمه. ما الان توی آستارا هستیم، قراره که بعد نهار با خانواده بریم یه خرید مشتی بزنیم از اونجایی که مامانم همش عشق مغازشه، همه جا، اصلا شرق و جنوب و آسیا و آفریقا و این ور اون ور نداره، همش باید بره برای مغازش خرید کنه. ما میریم آستارا رو خالی میکنیم و بعد میریم سمت سرعین. دوستان عزیز با من همراه باشین، غذا رو براتون اینجا حتما میذارم، دلتون نخواد دوستان. میدونم که خیلی کار بدی دارم میکنم ولی خب بالاخره ولاگ دیگه، و تو ولاگ براتون بذارم ببینید کجا رفتم چیکار کردم. با همراه باشین. ای وای من، ای وای من دوستان، اگه بدونین زیر این چیه، فقط اینجا رو ماهیچه از زیرش، خدا یا ابوالفضل. دوستان اصلا عطر و بوشو که نگم براتون، من مست شدم فعلا، من میرم گشنمه. خدا وکیلی این فود بلاگرها عشق میکنن، عشق به خدا. من یکی از
چیزهایی که همیشه دوست داشتم فود بلاگی بود. بفرم بچه ببخشید. چربی بخور. بخورم؟ میخورم. باشگاه میام. دیگه. بخور بعدا حالیت میکنم. بخور تو فعلا بخور. حیف بزرگتر از منی. بترش. برای آهش گرفت. بخور. دارم. بیشبنم شده بچه. این خانوم هر سری یه چیزی میخواد بخوره از من اجازه میگیره خب، ولی ککش هم نمیگذاره. بعدم میاد باشگاه مثلا انگار نه انگار. اینا یه چیزی دارن، این رب انا رو دیدین میریزن رو این. آخ چه ترش و ماستش. اینجوری میخواد. بچه‌ها جاتون خالی. فقط میتونم همین رو بگم. من دیگه نمیتونم جلو خودم بگم. ما رسیدیم سر بچه ها. عین چی سرده ما داریم منم فقط آوردم لباسای تابستونی، یعنی اینجا دلم خواست الان کاپشن میپوشم بچه. خیلی سرده واقعا. از ما شکموتر اینجا وجود نداره واقعا. ما اومدیم جای شما خالی سیرابی بخوریم. اونایی که میدونن سرعین به همون سیرابی و آش دوغش خیلی معروفه و اینکه ما نرسیده شکموهای عالم میخوایم بریم جای شما خیلی سیرابی بخوریم. دوستان شاید حالتون به هم بخوره ولی سیرابیه و خیلی من خوشم میاد واقعا. برای بعضیاتون خیلی چندش آور باشه ولی خدای خیلی خوشمزه است و خیلی خاصیت داره بچه‌ها. اینم آش دوغ معروف سرعین. خدا وکیلی نگاه کن، ظلم نیست انصافاً. منو نگاه آورده توش مغازه. نگاه کن این خانم سیرابی آش دوغ هنوز پایین نرفته اومده مغازه بغل گز بگیره با باقلوا. مرگ سوهان بگیر. سوهانم حالا میخواد. به خدا من اگه برگردم چاق شده باشم همه را از چشم این خانم میبینم. باشگاه این خانم من بهتون نشون میدم. یعنی دهن اینو من سرویس میکنم وایسن شما. چقدر خوشگله خدایی. الان از این گرفتی؟ الان گز گرفتم. هم میخوام تست کنم بعد بگیرم. نگاه کنیم بچه خدای چقدر خوشگله. ببین رنگ و رنگ. خیلی ممنونم مرسی. تست میکنیم. من تو سوهان خیلی خوبه. چه حسی داری الان گز گرفتیم؟ خیلی حس خوبی دارم. باقلوا هم میخوای نه؟ باقلوا هم حس چاق کنندگی. کالری خیلی حس خوبه قشنگه. یه پدرم کلی سرمایه داده تا شدم این. بله. یک حسی من بینشون بدم 10 تا حس بزنه بیرون. شما و این باقلوا از رو نمیری نه شبنم اون سینی اولیه خیلی خوشمزه. خب این لایه هم خوشمزه است. اینم که پسته‌ایه. خب من میگم پسته‌ای بگیریم مثلا انرژی بگیریم فول. میخوای اصلا از همش اصلا میخوای بگیری خیالتو راحت کنی؟ میگیریم گرفتن که این گردویی هم خیلی خوشمزه است، ولی من میگم الان با چای چون گزم گرفتیم با این چیز بگیریم. یه دونه دیگه جدید سر میدون باز شده اونجا میریم بیشتر میگیریم. الان یه دونه بگیریم با چای بخوریم بعد میریم اونجا زیاد میگیریم. من فقط میگم این رو از کجا میاره تو صورت مربی چش تو چش فیس تو فیس داره میگه بو آشو کجا بعد هار میخنده. اصلا براش مهم نیست. اصلا مهم نیست من مربیم باشه. آره دوستان داریم باقلوا میگیریم. از این باقلوا یه دونه از این بذاریم. الان باقلوا داریم. واقعا متاسفم واسط. اینم شد شاگرد خدایی. دلت هم بخواد. الان گفتم خیلی دلت هم بخواد همچین شاگردی تو عمرت نداشتی. از خدات باشه. کدومو تست کنم برات؟ رو که نیست سنگ پای قزوینه میدونی؟ تا چشت درات. چیزی بود گاو میشکلی گاو میشکلی وقتی خفت کردم بعدن متوجه بشی. میل کن بفهم. کدومو؟ بفهم کوفت بخورم من نمیام. بخور نوش جونت تو عزیزم. بخور آفرین. بچه‌ها چه احساسی دارین با من این مسافرت؟ حس بی‌حسی. حس بدی.
این واقعا متاسفم برای خودم. آیا همسفرهایی که دارم واقعا. دوستان عزیزم، من گفتم که بیام یه ذره براتون از خونه که از چرسانم برجی گرفتیم براتون ویدیو بگیرم ببینید چی بعد از کلی بدبختی و کلی دربدری که توی شهرسترین دیشب کشیدیم تونستیم یه برخاموش تونستیم که خونه لاکچری و خفن و باحال پیدا کنیم. گفتم بیام از نمای اینجا براتون ویدیو بگیرم. دوستان داشته باشید این که منم این از نمای راهروش ورودی خونه‌ای که گرفتیم. لامپم که همش خاموش میشه نقاشی اینم که نمیدونم کیه. خدایی ببینید چه خونه‌ای چه برجی دوستان. پارکینگشو که نگم براتون از پارکینگ خفنش. این که میرسه به طبقات. این که پارکینگشو دوستان. الان ما میخوایم بریم طبقه 7. سلام. میریم طبقه 7. بچه 10 تا طبقه داره که ما تو طبقه 7 نیستیم که طبقه دومی خاک تو سر. من اشتباه زدم دیگه. منم واحد 7 گفتم طبقه 7. ما واحد 7 هستیم اینجا. در بزنیم باز کنن. ریتمی زدیم. چه داره باز نمی‌کنه. یا ابوالفضل درو چرا باری؟ در باز نمی‌کنم تو. چه در باز نمی‌کنم؟ نکنه چیزی شده. وای سکته کردم. باز کنین درو دیگه. دوستان عزیز چون همه خوابیدن من دارم آروم صحبت میکنم. بله دوستان که میبینید در ورودی هستش. میایم داخل. این بغل راه رو هستش که الان همه خوابیدن. ما میریم داخل سالونی که خونمون رو گرفتیم دوستان. خدایی ببینید چقدر با سلیقه چقدر خفن. خدایی هرچی خفن بودنش بگم کم گفتم. بعد کلی بدبختی و اسیری ساعت هم همونجور که میبینید ساعت 12:20 شب هستش دوستان. همه خوابم. من براتون ویدیو میگم بچه. چیزی که من عاشقشم واقعا. من همیشه عاشق اینجور چیزای سنتیم. من میدونید که امشب میخوام اینجا بخوام. دوستان تابلوها رو نگاه کنید فقط. به به به. خدایی دارم کیف میکنه. این کارو بریم تو کاخ. خدایی اصلا باورتون میشه ما اینجا رو اجاره کردیم و به مدت 3 شب اینجا قراره بمونیم. اینجا هم که آشپزخونه‌ش هستش. این هم که میز ناهارخوری، تلویزیون، حتی رسیور هم داره بچه. شاید باورتون نشه. چیزی که واقعا خیلی دوست دارم شما ببینید و دلم نمیاد بهتون نشون ندم از منظره زیبایی اینجا. میخوام براتون بگم بچه اینقدر سرده که نگی. واقعا دندونه توی شب برق میگیره دیگه. سرامیک علی که بودیم 60 ماه علی هم بنکه. آخه الان دیگه میتونم باتون حرف بزنم چون همه خوابیده بودن بچه. ویو رو بچه چه بالکنی ببین داره. از این تختا داره اینجا. اوخ مردشون تو سر. انگوش کوچیکم زدم. داشتم میگفتم اونجا یه باربیکیو داریم بچه. ویو رو سر این زیر پای ماست. اینی که میبینید دوستان این حیاتش. خب ما از اینجا میایم پایین. یه سرپایینی داره. میایم داخل حیات. میریم تو پارکینگ و دقیقاً از همینجا ما برمیگردیم میریم بالا. یعنی 2 تا پارکینگ داره. یه پارکینگ پایین داره، یه پارکینگ بالا. ما طبقه پایین هستیم و میایم طبقه بالا و دوباره میایم بالاتر و از در خارج میشیم. واقعا خونه بسیار 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 زیبایی بود. بعد کلی بدبختی و سختی که داشت واقعا این خونه به ما خیلی خستگیمون از تنمون در رفت. واقعا جدی میگم. توی این ساختمونی هم که ما هستیم هیچ کس نیست. یعنی بهتون بگم فقط شاید 2 تا خانواده که اونا هم خودشون اینجا زندگی میکنن. یعنی هیچ کس
مرکز دیگه نیستش اینجا. و اینکه یه کوچولو خارج از سرعین هستش، یعنی یه ذره 2-3 دقیقه از سرعین بیرون تره. میگم که اون منظری که شما دیدید اون سرعینه، فکر کنید مثلا 5 دقیقه اینا راهه که ما اومدیم. اگه خدای نکرده یه بلایی هم سرمون بیاد، دستمون به هیچ جا بند نیست، نه با هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. ما قراره 3 روز اینجا کلی خوش بگذرونیم، قرار نیست هیچ اتفاقی بیفته. واقعا اینجا فقط قراره خوش بگذرونیم، همینو بس. نمیدونم واقعا چه اتفاقی داره میفته. واقعا مغزم کار نمیکنه. شاید فکر کنید من دیوونه شدم، توهم زدم، ولی نه، واقعا از یک فرد ناشناس یه پیام برای من اومد و خیلی خنده داره. واقعا نمیدونم کیه که داره منو اینقدر اذیت میکنه. واقعا ترسیدم، همم خوابیدن. من اومدم تنها، میخوام برم سمت ماشین. یکی به من پیام داده که میبینم که خیلی داره بهت خوش میگذره، میبینم که این سری با خانواده اومدی، خوبه. یعنی چی واقعا؟ ولی تو تنها نیستی. آخر سر نوشته با ماشین فامیلتون خداحافظی کن. چی واقعا بچه‌ها؟ نمیفهمم، به خدا من دیگه عقلم واقعا کار نمیکنه. از یه طرفم واقعا میترسم تنهایی برم پایین. هیچ کس به غیر از ما تو این ساختمون نیست بچه‌ها. واقعا هم نیست. نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم مارینا رو صدا کنم. اگه یه بلای سر ماشین بیاره چی؟ نمیدونم واقعا. میخوام سمت ماشین. خیلی هم میترسم بچه، واقعا ازش رو بخوام نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم از پله برم. نگاه کنین چقدر ترسناکه اینجا. کیه که داره منو اذیت میکنه؟ یعنی امکان داره همون آدمی باشه که تو صاحب دنبالم بوده. نمیدونم چیکار کنم، واقعا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. بچه‌ها میترسم، این سگ ترسیدم. وای بچه‌ها تاریکه بچه‌ها چیکار کنم؟ بچه‌ها میترسم، خیلی میترسم. بچه‌ها من عین گاو تنها اومدم پایین. البته اینجا دوربین داره بچه‌ها، خیالم راحته. میتونیم دوربینای مداربستر هم چک بکنیم. میبینین هیچ خبری اینجا نیست، هیچ کسی نیست، ولی ماشین اون وره. باید برم سمت ماشین، باید ماشین رو پیدا کنم بچه. ببینید بچه ها هیچ کسی اینجا نیست. وای چرا هی بر خاموش روشن میشه؟ من میترسم. ماشین ما اصلا این طبقه نیست، ماشین ما پایین تره. وای بچه ها دهنم داره سرویس میشه. خیلی میترسم بچه ها، گرخیدم از ترس واقعا. لعنتی تو کی داره من اذیت میکنی؟ آخه لاهیجانم نیستم بگم بچه ها شاید من دارن اذیت میکنن یا پرنگ مرنگ چیزیه، یا اصلا امکان داره من یکی داره واقعا اذیت میکنه. نکنه مامانم اینا واقعا دارن. نه مامانم اینا این کار نمیکنه. چی کار کنم؟ وای صدای گربه است. وای اصلا بازی قشنگی نیست واقعا. قلبم داره تو دهنم میزنه. مگه گربه ما توی پارکینگ داریم؟ مگه کسی گربه خونگی داره؟ وای نمیخوام. من برم طبقه پایین.
ماشینمون پایینه، به خدایی که داره من اذیت میکنه. بچه واقعا قدرنی من میخوام برم پایین، بود من میترسم. به خدا صدای گربه میومد. کسی اینجا گربه نداره که؟ به خدا من دارم میرینم به خودم بچه، واقعا جدی دارم بهتون میگم. چرا همیشه ولاگ من باید یه مرضی توش باشه؟ خب بچه اومدم طبقه پایین پارکینگ یا ابوالفضل، چون اینجا آخرین طبقه پارکینگ و تاریک ترین طبقه ممکن. یا ابوالفضل وای صدای سگ میاد بچه. من چرا این کارو دارم میکنم بچه؟ ما چرا ماشینمون تو پارکینگ نیست واقعا؟ نگاه کنین ماشین ما زانتیا. اومدیم تو حیاط پارکینگ. صدای چی بود بچه ها؟ به خدا یکی بود بچه، من توهم نزدم، به جون مامانم یکی بود بچه. کی بود؟ واقعا نمیدونم چه اتفاق دارم. وای بچه من خیلی میترسم بچه، ماشینمون نیست واقعا. هیچ کس به غیر از من اینجا نیست بچه ها. واقعا کسی اینجا، هیچ کسی اینجا نیست. چرا ماشین ما اینجا نیست؟ یعنی ماشینمون رو بیرون گذاشتیم؟ وای چرا یادم نمیاد واقعا، مغزم کار نمیکنه. نوشته با ماشین فامیلتون خداحافظی کن، یعنی ماشین دزدیده؟ بچه اگه کسی نباشه واقعا ببین من دارم میرینم تو خودم. بچه من واقعا ترسیدم، میخوام برم بالا. بریم بالا، بریم دم در رو نگاه کن. امیدوارم که واقعا کسی نباشه دم در. ماشینمون کجاست؟ من فقط نگران ماشینمونم، همین. ماشینمون واقعا کجاست بچه ها؟ وای ترسیدم بابا. وای ماشینمون دم دره، یعنی ماشینمون از اول دم در بود. یعنی من به توهم زدم بچه ها. پس اون پیام چی بود؟ اون شماره چی بود؟ درو بستم، خاک تو سرم، درو بست. کلید دارم ولی با خودم سگ پر نمیزنه، سگ. ماشینمون سالمه بچه ها، هیچ کسی نیست، خط و خش چیزی نیفتاده روش، یعنی چرخ مرخاش سالمه بچه. یعنی یکی واقعا منو اسکول کرده. رو شیشه هاشم هیچی نیست، یعنی چی؟ به همه چی شک دارم، واقعا نمیدونم چیکار کنم بچه ها. یه نفر اونجا وایساده، یه پسر جوون، نمیدونم میبینید یا نه. ببین یه پیرمرده اینجا نشسته با یه پسر جوون، الان داشت با گوشی صحبت میکرد، الان رفت تو. من خیلی به اون مشکوکم، نمیدونم واقعا. من الان به همه چیزا همه کس مشکوکم. هی ماشینم از اینجا میاد رد میشه، حتی ماشینا رو هم نگاه میکنم به اونم شک دارم، ولی ماشین سالمه. واقعا دیگه نمیدونم چیکار کنم، هیچ حرفی ندارم. یعنی یکی میخواست منو بکشونه پایین. یه پسر جوان اونجور بود که داشت با گوشی صحبت میکرد و تا منو دید رفت تو. یه پیرمردم اونجا نشسته و به غیر از این دوتا هیچ کس دیگه اونجا نبود و فقط ماشین حیرت میشد از اونجا. تصمیم گرفتم دیگه اصلا به هیچی فکر نکنم، چون یا توهم زدم یا یکی واقعا داره منو اذیت میکنه یا واقعا هیچ چیزی نیست. پس تصمیم گرفتم برم بالا. وایسا همون شماره است، برام یه فیلم فرستاده. یعنی چی؟ پشمام بچه، این منم جلوی در، فیلم منه، یعنی بیرون بوده این همه مدت. وای بچه من واقعا دارم میترسم. بهترین گزینه اینه که برم بالا، فقط میتونم برم بالا، همین. چون ما در کنار همدیگه باشیم هیچ اتفاقی نمیفته. چی در کنار همدیگه باشیم؟ صدای آژیره؟ صدای آژیر از کجا میاد بچه ها؟ صدای آژیر وای یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. وای بچه ها به خدا صدای بود، به خدا صدای بود. صدای آژیر رو شنیدی؟ صدای آژیر از کجا میومد یا ابوالفضل؟ الان باید برم به مامانم اینو بگم. کیه منو داره اذیت میکنه؟ من واقعا ترسیدم، نمیدونم چیکار کنم. الان به اینام بگم حرف منو باور نمیکنن که ویدیو رو بهشون نشون میدم. بهترین گزینه همینه.
دوستان عزیز، بعد از کلی اتفاقاتی که دیشب برای من افتاد، اینا که حرف منو باور البته توهم نیست به خدا بابا. 3 صبح یکی ولش. اصلا من دنیایم بگم اینا حرف منو باور نمیکنم. میگم پیام هست. چون تو استادی دیروز زیاد باقلوا و گز و اینا خوردی، الان یه خورده فشار اون شیرینی‌ها بهت اومده، دچار توهم شدی. الانم که اومدیم اینجا سرشیر عسل بزن، توهمت قشنگ تمرکز پیدا کنه. سرشیر و عسل همه چی محلی. میخوام به استادم بخوره چاق و چلش کنم. خیلی این مدت رژیم داشت حال منو به هم زده بود. میخوام یه ذره از این چیزای سنتیش بهتون نشون بدم که خیلی باحاله. سلام علیکم. خوب هستی؟ قربون شما. این خانم زیبایی که میبینید برامون نون دارن درست میکنن. نونه مثل این که خود همینجا هم هست، درسته؟ ترکیب اینا شیر و کره و شکر داره با تخم مرغ محلی. به به، خیلی هم عالی. با سرشیر عسل تازه با نیم جمله. به 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 خیلی هم خوشمزه میشه. به به. نونو میذارن این تو. در خدمتتون باشیم. قربون شما، مرسی. قربون شما، مرسی. اینجا هم که از این رشته ها دارن برای رشته پلو. استاد قرار چاق شه بچه‌ها. استاد قرار کالری روی کالری. استاد بعدم بهت نشون میده، میدونی؟ نگاه کنیم. به 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 به. مامان و دوست مامان جان عزیزم نشستن دارن صبحانه میخورن. اونم چی؟ املت و سرشیر و عسل با چایی. به 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 به. جای همه خاله. این خانم هم که میبینید عین روتیل افتاده رو سفره، میخواد همه رو درو کنه اینجا، میدونی؟ نیشش هم تا بناگوش بازه. ترکیبو نگاه کن. سرشیر و عسل، خب نون فطیر، خب دیگه بسته. یعنی اصلا این عالیه این بشر به قرآن مجید. بخور نوش جونم، همچین گوش بشه به تنه. چون لایجان بیا میدونه که همه رو از گوش در میارم، میدونه که من فقط موندم نمیدونم چرا شما حرف منو باور نمیکنید. میگم 3 شب دیشب یکی داشت منو تعقیب میکرد تو پارکینگ خونه. من دیدم پاشدی رفتی دنبال ماشین. خب بعد چرا حرف منو باور نمیکنید؟ شما هم من هی میگم یکی آروم نبودی. خب من میگم یکی داره منو اذیت میکنه، شما میگی نه توهم زدی. اولش فکر کردم توهمه ولی بعدا دیدم نه اصلا واقعا. الان یعنی فهمیدی که واقعا داره من اذیت میکنه؟ اینقدر ریلکس نشستین دارین صبحانه میخورین. آخه وقتی گوش نمونه حالا بالای سرت نیومده چیکار کنیم؟ نخوریم یعنی باید بخوریم دیگه. یعنی من چه گناهی کردم با اینا همسفر شدم نمیدونم واقعا. رفته بودی؟ رفتم از این کره قلمبه ها بردارم پلو با اینا خیلی خوشمزه میشه، میدونی؟ من نمیدونم چرا شمالی ها روغن نمیریزن ولی ما کره میریزیم روی این پلو. کره حیوانی فوق العاده لذیذ میشه. قلمبه میخوریم. فقط قیافه منو نگاه، قیافه منو فقط پر رو هم هست آخه، میدونی؟ نگاه کن رفته سر اون یخچال، نگاه کن. نگو که این لواشکه. وای بچه‌ها، عشق من، زندگی من. ببین این کلا میدونی چیه؟ اینجا راه میره هر چی دلش بخواد برمی داره میخوره. من یه موقع زیادتون نشه. بچه‌ها نگاه کنید آخه. بچه‌ها سس ترش مخصوص لواشک. آقا من از اینا میخوام. آلوش خیلی خوشمزه. ویار کردی نه؟ اصلا شیش قلو مشخصه. اصلا ببین اصلا. عزیزم به کیلو چند؟ ببخشید. مهم نیست، مهم سالم. آخه نه رفتین آخه سر جای چیز به خاطر نه. ببخشید اونجا برای شما نیست اونور. من اوکی ام اینجا. اوکی؟ مشخصه اوکی. اصل گون. اصل گون. وای دوستان. اینا با مومشه، این بدون مومشه. اون تو هم بذاریم بگیرم شما. این بدون مومشه. به به به. فقط شما میفهمید من چی میگم. من خدای هنوز استرس دیشبو دارم ولی میخوام بهش فکر نکنم واقعا. دوستان گفتم یه ذره از مسیر این جایی که رفتیم براتون ویدیو بگیرم. ما اینجایی که رفته بودیم یه جایی بود به نام ویلا دره. قشنگ بیابونه. نگاه کنین خیلی فکر میکنم یه 5 کیلومتری از سرعین فاصله داشت. فقط ویو رو بیابون شطوره. این منظره دیوار زیبایی که میبینید دیوار گاب میشکلی هستش، آب گرم که ما رفتیم جای شما خالی. رفتیم آب گرم، خیلی هم حالا جای همه خالی. انقدر شلوغه که نگین.
الانم داریم میریم نهار بزنیم بر بدن. خانم افشار چه حسی داری میری برای بار 1000م داری میری نهار بخوری؟ آره خیلی حس خوبیه. الان میخوام آبگوش بزنم با دنبه. دنبه آره. دنبه ها. را برا رستوران، اونم چی دیزی غذای مورد علاقم. فقط نگاه کنین. وای ببین را ببین از اینجا تا اون ته فقط رستوران. دقیقا شهری اومدیم که شهر این خانومه. کنافه داغ بخوریم. کنافه داغ با چای. اوه. ببین من دستتو فقط چیکار کنم؟ من میگی این کنافه رو با بستنی بخوریم یا بدون بستنی؟ بچه‌ها کنافه رو نگاه کن. آخ با بستنیش بیشتر حال میده. چشم. نهار بزن. میخوای بگیرم الان بریم اونجا چای بعد نهار؟ نه. چرا؟ میدونین که این اول شکم بوده بعدن شده شهلا. میدونستین؟ دوستان این رفیق من، یعنی من اینقدر ورزشگاه به خدا تمام رژیم منو از بین برد. هرچی من این 2 ماه زحمت کشیدم همه رفت بر باد فنا. وای دلم نگم برات. وای خدا جان. ویو روره. ما اومدیم اینجا نشستیم رو بالکن، یعنی کل این شهر سر این زیر پای ماه. دیزیش معروفه خیلی اینجا با قیمه چی بود؟ قیمه پیچاق داره که خیلی اینجا معروفه. ما حالا قراره همشو تست کنیم دیگه، از اونجایی که غذای معروفش رو می‌خوایم تست بکنیم اینجا می‌خوایم تست کنیم بریم چه جوریه. خدای بعد آب گرم آدم اصلا اینجوری معده‌اش اینجوری وول میاد، آدم گشنش میشه خدایی. دیگه خلاصه اینکه دوستان هوس نکنین دیگه. من اینو مخصوص شما دارم میگیرم، این ویدیو رو برای شما دارم ضبط میکنم. الان مثلا که چی؟ چهره میخوام شطرنجی کنی برام. خیلی تو از خوردن من فیلم گرفتی، من چشم میکنم. ولی برای اطلاعتون این کنافه و بستنی از همون جا جدیده که گفتم. این شبنم فقط همش به من قور میزنه ولی همه رو پای من خورده. نگاه کن خدایی کنافه رو. این چرا اینجا گذاشتی؟ این برای اینه که خواستم خیلی چهرم نمایان نشه. صدا خوبه. دوست داری نگاه کن کشو ببین. به رشته ها رو اصلا تو نمیخوری فقط من میخورم. تو نمیخوری فقط من میخورم. اصلا نمیدونی شبنم نمیدونی. حالا بگم یه جام تو رشت باز شده جدید، ایشالا برگشتیم شمال اون رشتم میخوام ببرمت برای باقلوا و کنافه. ببخشید بتر همینو فعلا. من به رشت بعد ایشالا رسیدیم صلی علی ستر که فقط شما بگم دلیل اصلی چاقیمه این خانوما همینی که الان دیدین کنوپو میماده اینجوری کنوپو کش میاد کش اینه الان همینه. میدونستین این فقط گفتم بیام بگیرم که بعدا نگفتین تو ویدیو. چشت دراد عزیزم جان چشت دراد. نه یه بار دیگه بگو. چشت دراد استاد عزیز. باش چشم هم در میاد. باش خب دوستان عزیزم به روز سوم و روز آخر مسافرت ما خوش اومدید. گفتم بیام ببینید چه غلطی کردم من. فقط میدونی اصلا شبنم واقعا جنبه هیچ گونه بازار هیچ گونه خرید من اصلا ندارم، واقعا هیچ چیزی ندارم. یعنی واقعا من اصلا نمیتونم برم توی مغازه خرید نکنم بیام بیرون. نمیتونم، واقعا نمیتونم. یعنی توی مغازه رفتم این همه خرید کردم دوستان. این همه خریدای منه. مشاهده میکنید بچه خیلی چیزای خفن خریدم خب مثل این پلاستیک، ولی بهتون نشون نمیدم که چیه چون یه ویدئوی خیلی 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 باحال که حدود 8 ماهی میشه که دارم براتون میگیرم و هنوز تموم نشده. فکر میکنم دیگه بدونید چیه. خیلیاتون فکر کنم بدونید موضوع اون ویدیوم از چه قراره. خیلی هاشو قراره توی اون ویدیو براتون آنباکس کنم. خیلی تغییرات خفنی تو راه دوستان، به خاطر همین نمیتونم خیلی هاشو بهتون نشون بدم. اینم از روز آخر دیگه، بالاخره باید نهایت استفاده رو بکنیم دیگه از روز آخر. با خرید تو خرید گذشت دوستان. فقط خرید، جاست خرید. فقط خرید کردن حال خوب میکنه. دخترا، خانوما، اونایی که مثل من عشق خریدن و خرید کردن حالشون رو خوب میکنه تو کامنت ها برای من بنویسید. دوستان عزیزم مواظب خودتون باشید. با ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان عزیز به روز آخر و روز
چندم میشه، چهارم میشه، سوم میشه، نمیدونم یادم نیست. خوش اومدین. ما دیگه الان کم کم میخوایم بریم حرکت کنیم به سمت لاهیجان، ولی اومدیم دیگه روز آخر اینجا جای همیشگی اومدیم صبحانه بخوریم که بعداً رفع زحمت بکنیم. شاید باورتون نشه بچه‌ها 4 روز تمام ما اینجا صبحانه میخوریم، انقدر که صبحانه‌اش خوشمزه است. بعد از اون همه اتفاقاتی که این 2 شب افتاد دیگه واقعا نمیدونم بچه‌ها، شاید باورتون نشه، نمیخوام اصلا بهش حتی فکرم بکنم که واقعا واقعی بوده، الکی بوده، چی بوده، دیگه واقعا نمیدونم. اون همه صداها، اون همه پیام‌ها، اون همه اتفاقاتی که افتاد، همه‌شو دیگه می‌خوایم پشت سر بذاریم و دیگه الان خدا رو شکر خانواده‌ام که سالمن، همه چیز که اوکیه و همه رو پشت سر میذاریم و میریم به سمت لاهیجان. دوستان دوستان عزیز، همونجور که قیافه خسته و داغان منو میبینید، ببخشید بچه خیلی قیافم داغونه دیگه، نمیتونستم بذار بخوام برسم. تو راه هستیم، تو راه برگشت به سمت لاهیجان هستیم که گفتم دلم نمیاد یه همچین منظره‌ای رو شما نبینید بچه‌ها. واقعا ما تو چه کشور زیبایی داریم زندگی میکنیم، به معنای واقعا دارم میگم، یعنی نگم از زیباییش، فقط نگاه کنید، فقط نگاه کنید دوستان، منظره رو ببین، آدم عشق میکنه از این همه زیبایی. به به به. تازه اینجا مرغ و اینام داریم دوستان، بوقلمون، مرغ، هر چیزی که فکرشو بکنید. ماشاءالله مرغدونی اینجا. به 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 به. بفرمایید بلال با شهله خانم. منو شطرنجی کن. خلاصه تو راه برگشتم تو داری میخوری همچنان. تو نمیخوری؟ چند تا بلاله الان؟ 2 تا من. آره من میخورم ولی میخوام از دوشنبه رژیم بگیرم. از دوشنبه این فردا، از فردا داره رژیم میگیره دوستان، در جریان باشید. این خانم جای همگی خالی. بچه‌ها ببینید گردنه حیران چقدر زیباست خدایی. یه منظرش که اون ور بود شما دیدین، یه منظرش هم این وره.